дуруд бар шумо тамошобинони азизи шабакаи ҷаҳоннамо. ҳамон гунае ки огаҳ ҳастед, коронавирус имрӯз дар ватани мо низ аз худ дарак дод ва ба хотири пешгирии ин беморӣ имрӯз ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавирус COVID-19 амал карда истодааст ва ба беморон хизматрасониҳои тиббӣ расонида мешавад. ва имрӯз мо дар мавриди чӣ гуна будани ин вирус бо роҳбари Институти ҷаҳонии саломатӣ ва омӯзиш Ораш Алоӣ, ки дар шаҳри Нью-Йорки, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор дорад, суҳбат хоҳем кард. қаблан барои вақт ҷудо кардан, барои мусоидат ба ин суҳбат ба шумо изҳори сипос баён мекунем. من هم سلام میکنم و درود فراوان میفرستم به شما و بینندگان محترمتان و تشکر میکنم از شبکه جهان نما که این فرصت را به من دادند که من بتوانم معلومات خودم را با بینندگان شما در میان بگذارم. تشکر. نخست سوالی من این است که این ویروس چگونه است و اقلیم تاجیکستان تا چه اندازه میتواند که برای پس کردن خطر این ویروس مساعدت نماید؟ ببینید، بیماری به نام کووید 19 عاملش ویروس کرونا هست که دانش بشر ویروس کرونا را سالها دهه هاست که میشناسد. یعنی عامل بیماری که ویروس کرونا است ناشناخته نبوده است. لیکن مشکلی که پیش آمده است این است که نمود ویروس که در منبع حیوانی است در این زمان تغییر یافته است و جهش ژنتیکی کرده است و بیماری نو ایجاد کرده است که به این بیماری نو پدیدار شده میگوییم. این ویروس در سالهای پیش، یعنی در سال 2002 هم نمود نوی پیدا کرد در بدن انسان که از حیواناتی که شیر میدهند یا سینه مکانی میکنند و پرندگان بوده است به انسان انتقال پیدا کرد در 2002 با نام سارس و بعد در سال 2012 در بحرمیانه در کشور عربستان و امارات به نام مرس و حالا نمود سوم بیماری است که به انسان میغلطد و به نام کووید 19 یافته شده است. بیماری را کاملا ما میشناسیم. این ویروس، ما میدانیم که ویروس ها برای اینکه زندگی کنند و پهن شوند نیاز به یک ارگانیسم زنده، به یک حجره زنده دارند که این حجره زنده برای کووید 19 شش است. در شش ویروس ها وارد می شوند از راه بینی، از راه دهان و می روند در شش و شروع می کنند به پهن شدن در شش و به این سبب بدن انسان چون دفاع می کند، مکانیسم دفاعیش حرکت می کند، شروع می کند به مبارزه کردن و از بین بردن ویروس. منتها به خاطر این جنگ بین ویروس و سیستم دفاعی بدن یا ایمونیتی بدن در شش انسان مشکلات شیمیایی پیش می آید، در بعضی افراد به فوت منجر می شود. بر اساس تحقیقات جهانی که شده است ما می دانیم که 85 فائز افرادی که مبتلا می شوند به کووید 19 بدون یگان تبابت خوب می شوند. علائم یا علامت ندارند یا علامت های خیلی ملایم، نشانه های خیلی ملایم دارند یا نشانه ندارند و بدون تبابت خوب می شوند. 15 فائز بعدی به دو گروه تقسیم می شوند. 10 فائز آنها نشانه های شدید می توانند پیدا کنند و 5 فائز آنها نیاز هست که بروند به بیمارخانه، بروند به بیمارستان. 1 تا 3 فائز و در بعضی مطالعات 5 فائز فوت داشته است. پس ما با یک بیماری مواجه هستیم که در ششها ایجاد بیماری و عارضه و نشانه می کند و 1 تا 5 فائز هم فوت ایجاد می کند. سوال شما در رابطه با اقلیم این است که از آنجا که دانش بشر نسبت به این نمود بیماری فقط 3 تا 4 ماه است، ما حاضر نمی‌دانیم که حرارت زمین وقتی که گرم می شود یا اینکه سطح زمین از سطح دریا بلند است یا پست است آیا می تواند در ویروس تأثیر گذار باشد یا نه. نیاز هست که یک کمی زمان برود رو به تابستان ببینیم چه می شود. ولیکن چند نکته مهم را ما می دانیم. اینکه اگر ویروس
از دهان خارج شود، در فضایی که بیرون از دهان است بیش از 1 تا 3 ساعت در فضای هوایی بیشتر نمیتواند زندگی کند. ولی اگر این بچسبد به سطح، یعنی اینکه در دست باشد یا دست به دستگیره‌های در یا دستگیره‌های اتوبوس یا جاهای دیگر بخورد، آن میتواند تا چند روز هم زنده بماند به این ویروس. به این سبب است که از آنجایی که ما قطعاً تبابت خاصی نداریم، پیشگیری برای این ویروس نوابسته به اینکه در چه شهر و چه ناحیه هستیم بسیار مهم است. من در نیویورکی که هستم، با توجه به امکاناتی که بوده است، ما میدانیم بیش از 170,000 نفر بیمار شدند. به خاطر چه؟ به خاطر مردم رعایت نکرده بودند گگنی شخصی را، سلامتی شخصی را. رعایت‌های شخصی این است که ما میدانیم که ویروس از دهان خارج می شود، به این سبب باید دهان را پوشیده کنیم. اگر ماسک داریم ماسک بزنیم، اگر ماسک نیست مردم عزیز، همزبانان تاجیک گرامی من تشویش نکشند، می توانند پخته بگیرند، خودشان ماسک درست کنند، در دهانشان نگه دارند. چون شما از رعایت قاعده های بهداشتی یادآور شدید و امروز رعایت آنها و در خانه ماندن تا چه اندازه مهم است؟ بسیار مهم است. بسیار نکته سوال بسیار مهمی را شما مطرح کردید. این صحبت من نه فقط برای تاجیکستان است، از نیویورک تا تاجیکستان تا خیتای تا ژاپن، تمام دنیا باید این را رعایت کنند، چون ما میدانیم با یک بیماری سر و کار داریم که هیچ خلقی، هیچ جمهوری از آن مسئولیت نداشته است، جهانگیر شده است و به این سبب نفر به نفر خلق جهان باید رعایت کند و دست به دست هم بدیم که این بیماری را بتوانیم کنترل کنیم و دفع کنیم. چه کار باید کرد؟ یکم این است که نوابسته به اینکه چه نوع علامت هایی داریم، به خاطر اینکه ما میدانیم 30 تا 50% کسانی که کووید 19 گرفتند بی علامت هستند. یعنی فرد میتواند ویروس را داشته باشد، حامل ویروس باشد، ویروس را به کس دیگر منتقل کند، ولی خودش یگان تشویش ندارد، خودشان یگان نشانه ندارند. یک گروه مردم میتوانند که بدون علامت این ویروس را پشت سر کنند. آیا آنها هم میتوانند که منبع سرایت به دیگران شوند؟ چون در آنها الکی علامت این بیماری نیست. دقیقاً اینها ویروس در بدنشان هست، ولی ببینید آن مکانیزمی که باعث علامت می شود شدت سیستم ایمونیتی، سیستم سلامتی بدن بر علیه ویروس است. در کسانی که تعداد ویروس کم است وارد بدنشان می شود، به همان نسبت هم ایمونیتی بدن ملایم جواب می دهد. به این سبب است نشانه ها در اینها کم می شود، لیکن اینها در بدنشان ویروس هست، ویروس دارد در بدن پهن می شود و به عنوان منبع هستند که ویروس را به دیگران منتقل می کنند. مشکلی که پیش آمد در جهان، در نیویورک، در جاهای دیگر این بود که گمان بردند که هر کسی در ابتدا، در اول بیماری، هر کسی حرارت بدنش بلند است کووید دارد، هر کسی سرفه میزند کووید دارد. به این سبب گفتند کسانی که حرارت بلند است، کسانی که سرفه میزنند بروند در قرنطینه، باقی نه. بعد که عمیق کردن دیدن در نیویورک، در جای دیگه پهن شده بیماری. گفتن سببش چه بود؟ ما که همه کسانی که حرارت بلند بود یا همه کسانی که سرفه زده بودن قرنطینه کردیم. متوجه شدن که 30 تا 50% افراد بدون یگان علامت هستند، لیکن ویروس در بدنشان هست و ویروس را به دیگران انتقال میدهند. این نکته بسیار مهم است برای شهروندان محترم همزبان تاجیک، نوابسته به این که علامت دارید یا علامت ندارید، نشانه سرفه دارید یا حرارت بدنتان بلند است یا نه، همگی باید رعایت مسائل اولیه بهداشتی را بکنید. یکم جلوی دهان ها گرفته بشود. حالا اگر ماسک است، اگر نیست، همانطوری که گفتم چند لایه پخته را میتونیم بزنیم. دوم دست ها هستند.
دست ها بسیار مهم بوده است، برای اینکه این دست، شما اگر جلوی ماسک بزنید ولی دست شما به پول دست میزند، دست شما به دستگیره در، به دیوار، به جاهای دیگر میخورد و این دست را میزنند به چشم. به چشم ها خیلی مهم است که انتقال پیدا نکند، یا دست را به دهان میزند. پس دست ها باید دائما شستشو شود، اگر هست دستکش بپوشند بهتر است. سوم این که در مکانهایی که جمعیتی جمع میشوند نشوند، 2 متر فاصله رعایت کنند. ما در نیویورک از حدود 5 هفته پیش قانون است که شما وقتی میخواهید فقط فروشگاه هایی بازند که خوراکه میفروشند، باقی مکتب ها، دانشگاه ها، ادارات همه تعطیل شدند، بسته شدند. 2 متر در فروشگاهی که خوراکه میخورید باید فاصله را رعایت کنید. پس دوستان عزیز نگاه کنند وقتی که سوار مشروطه میشوند، سوار تاکسی میشوند، باید رعایت کنند این مسائل. در قسمت منهتن نیویورک بیشترین جایی که ویروس انتقال یافته بود در اتوبوس ها بود و در مترو بود، در قطارهای زیرزمینی، به خاطر اینکه نزدیک بودن مردم. به این سبب من استدعایی که دارم، 1 ماسک، 2 چشم ها را بپوشید، 3 دست ها را با دستکش و صابون آب و صابون گرم، از سرچاق های مشترک استفاده نکنند دوستان، و حتما 2 متر فاصله بگیرند. نه وابسته به این که نشانه کلینیکی، نشانه بالینی یعنی سرفه، حرارت بلند هست یا نه. در کسانی که سرفه دارند و حرارت بدنشان بلند است، آنها دیگر نباید بیایند بیرون. آنها باید در یک اتاق، در یک آشیانه، در یک خانگی جدا باشند. آنها باید ایزوله بشوند. سوالی که همیشه مطرح است اینجا این است که ما کی برویم به بیمارخانه، کی برویم به بیمارستان؟ دوستان عزیز نگاه کنید که در جهان، در امریکا، در اروپا، در همه کشورها ما نیروی پزشکامان، دولت، وزارت تندرستی، هم تاجیکستان هم سایر کشورها در خدمتگزاری برای مردمند که بهترین خدمت را بدهند. لیکن مردم هم باید رعایت کنند که آنها بتوانند خدمت رسانیشان را به کسانی بکنند که نیاز حتمی دارد به خدمت. همه کسایی که کووید میگیرند نیاز نیست بروند به بیمارخانه. همانطوری که گفتم 85% کسانی که بیمار میشوند با علامت‌های، با نشانه‌های ملایم است یا بی علامت است و خوب میشود. یگان وابسته نیست که بروند به بیمارستان. پس کسانی که اگر نشانه دارند، سرفه دارد یا حرارت بدنش بلند است یا تیز تیز تنفس میکشد، به شرطی که در یک دقیقه کمتر از 25 بار نفس بکشد، در یک اتاق خانه، در یک اتاق جدا بماند، ایزوله کند خودش را. یعنی چه ایزوله کند خودش را؟ یعنی اینکه در مثلا یک کوارتیر است، 2 خانگی، 3 خانگی است، در یک خانهش بماند. اگر حولی هست آن هم در یک خانهش بماند. با کسانی که در خانه، در آن کوارتیر هستند یا حولی هستند ارتباط نگیرد، علاقه نداشته باشد. در را ببندد، حتما پنجره ها، تریزه ها را باز بذارد. آنها وقتی خوراک بهش میدن پشت در بذارد، حتما ماسک بزند و دستهاش را بشورد. این رو رعایت کند. اگر حرارت رفت بالای 39 گرادوس یا اینکه تعداد نفسها در یک دقیقه 25 تا به بالا شد، آن وقت است که باید برود به پزشک مراجعه کند. وگرنه نیاز نیست تشویش بکشن مردم بروند برای تست کردن، نیاز نیست تشویش بکشن برای سی تی اسکن کردن و یگان آنتی بیوتیک هم نیاز نیست مصرف کنند. آب گرم بنوشند و رعایت کنند، بعد از 2 هفته خوب میشوند. تجربه جهانی نشان داد که ترس و هراس امروز در جهان کاری طبیبان عموما وضعیت رو مشکل کرد و شما بگویید که عملکرد مردم در مقابل این ویروس باید چه خیلی باشد؟ خیلی سپاسگزارم از سوالتان. ببینید همزبانان گرامی، ما میدانیم که درست است که این بیماری میتواند تا 5%، در بعضی مطالعات 3% مرگ و میر داشته باشد، کشنده باشد. خب هیچ کس نمیخواهد بمیرد، درست است. و ما دکترها هم
برنامه‌های تلویزیونی، وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان، همه میخواهند مردم سلامت باشند. ولی مهم این است که آیا ما بترسیم یا اینکه هوشیار باشیم. ما باید هوشیار باشیم که وقتی که بیماری آمده است که کشندگی دارد، خوب بدانیم که چه کار باید بکنیم. اگر بخواهیم بترسیم، در نتیجه گیری به خطا میافتیم. آن کجاست؟ آن این مهم است که کسی که فکر می کند سرفه دارد یا حرارت بلند دارد دچار تشویش می شود، می رود این بیمارخانه، می رود آن دکتر، می رود این سیتی اسکن. این شما اطمینان داشته باشید به دکترهای خودتان، اطمینان باور کنید به توصیه هایی که وزارت تندرستی دارد در وبسایت ها یا همین کانال تلویزیونی شما پخش می کند و آن این است: اضطراب هیچ کاری را حل نمی کند، آگاهی کارها را حل می کند. آگاهی ما باید چه باشد؟ یک، همانطوری که گفتم، اگر علامت دارید در خانه بمانید، اگر علامت ندارید باز هم 2 هفته آینده را در خانه‌تان بمانید، به خاطر اینکه هرچی افراد علاقهشان نزدیکتر بشد به هم، ارتباطاتشان نزدیکتر بشن، فاصله شان به هم نزدیکتر بشد، بی حد مطالعات جهانی بوده است که این ویروس پهن می شود و دیگر نمی توانید خوب کنید. در آمریکا، در نیویورک، ما قریب 7 هفته است در خانه هستیم، فقط به خاطر موارد ضروری می رویم بیمارخانه به خاطر دکتر بودنمان، ولی باقی کارا تعطیل است. حالا که نگاه کنید، نیویورک روز به روز تعداد نوهاش و فوتاش به سرعت کم دارد می شود، یعنی نتیجه داده است. در همان ووهان خطای هم همین جور بوده است. پس خود مردم هم باید کمک کنند. یگان دولت در جهان پیدا نمی توانید بکنید که بگه دولت به تنهایی کووید را کنترل کرد یا وزارت تندرستی به تنهایی کنترل. باید همکاری بین خلق، دولت و مؤسسات جهانی با هم باشد، یک جایگی. اگر خلق خودش اینها را رعایت نکند، تشویش بکشد، اضطراب داشته باشد، آنهایی که علامت دارند بروند بیمارخانه، در بیمارخانه هیچی که نمیابد هیچ، در بیمارخانه کار دکترهایی که باید بپردازند به آن 5% که 5 فائزی که با بیماری شدید دارند نمیتوانند برسند، وقتشان کم میشود و بعد خود بیمارها وقتی اونجا میروند احتمال دارد بیماری دیگر بگیرند. پس نباید هجوم کنند به پالیسا، نباید تشویش هم داشته باشند که از لحاظ فکری دچار مشکل باشند. در خانه بشینند، آب گرم بخورند، خوراکایی که هر روز میخورند بخورند، یگان وابسته به خوراک نیست و آرامش داشته باشند تا اینکه 2 تا 3 هفته آینده بشود جلوی این بیماری را گرفت با فاصله گذاری. درست قید کردید که این البته کاری دست جمعی است و سوال نهایی من این است که تبابت این بیماری چقدر وقت رو در بر میگیرد و در کجا و چه خیلی گذرانیده می شود؟ رحمت به شما. دوستان عزیز باید توجه داشته باشند. من الان صحبتی که می کنم از نیویورک است. آمریکا یکی از کشورهای پیشرو در تولید داروهای نو، تشخیصهای نو هست و این همکاری فقط مال آمریکا نیست، در اروپا، ژاپن، خیتای، اینا همه با هم دارن همکاری میکنن. من نوترین دستاوردهای جهانی را میخوام به شما بگم. همزبانان گرامی، تا امروز یگان تبابت قطعی برای کووید 19 یافت نشده است. احتمال دارد شما از من بپرسید، ما در وبسایت خواندیم که در آمریکا داروی رمدسویر را پیدا کردند و این رمدسویر تبابت گزین بوده است. شاید شما از من سوال کنید که ما دیدیم داروی کالیترا که برای ویچ میدادند ثمرناک بوده است، یا داروی هیدروکسی کلروکوئین که برای مالاریا بوده است ثمرناک بوده است. دوستان عزیز، اینها همه مطالعات تحقیقاتی است، عمیق است. داروی رمدسویر که آخرین دستاورد است که به وجود آمده است و پیشترک برای بیماری ایبولا مصرف می‌کردند، فقط می‌تواند در کسانی که در مرحله شدید هستند شدت را کمی کم کند و دوره بیماری را کمی کوتاه‌تر کند.
پس داروی رمدسویر نه داروی پیشگیری کننده است و نه نیاز هست و ثمرناک است برای همه کسانی که کووید میگیرند. 90% کسانی که کووید دارند یگان دارو نمیخواهند، نه داروی هیدروکسی کلروکوئین که برای مالاریا میدیم، نه دارویی که برای ویچ که کالیترا هست میدهیم و نه داروی نوعی که رمدسویر هست که پیشترک برای ایبولا تشخیص شده بود. پس تشویشی که من میگم نداشته باشید این است: 90% بدون یگان طبابت همه خوب میشوند. آن 10% که میروند به بالیسه مراجعه میکنند 5%ش خدمات پیشرفته میخواهد و فوت اونها به خاطر ریاکسیون، یعنی واکنش، یعنی مبارزه سیستم دفاعی بدن است بر ویروس و آنها داروهای ضد ویروس برشان تأثیر دیگر ثمرناک نیست. آنها ما سعی میکنیم که ششهاش را نگه داریم که بتواند از اون مرحله بگذرد که متاسفانه در آنها فوت زیاد است. جمع بخوام ببندم جواب سوال شما، تا امروز یگان داروی قطعی نداریم. داروها را فقط برای کسانی که نزدیک میشوند به مرحله شدید توصیه دکتر هاست، کسانی که کووید تشخیص شدند با لابراتواری، کسانی که کووید تشخیص شدند با سی تی اسکن ولی علامت‌های شدید ندارند، نیاز نیست طبابت بگیرند. یگان طبابت به خاطر این است، بهترین کار این است همون جوری که عرض کردم مردم بدون تشویش آگاهی خودشان را بالا ببرند. 90% بدون یگان طبابت در خانه بشینند ولی متوجه باشند آنها بیماری را به کسی دیگر میتوانند بدهند. به این سبب است که باید در یک اتاق جداگانه ایزوله شوند، در یک اتاق جداگانه با هیچ کس در تماس نباشند. مرحله بیماری چقدر وقت رو در بر میگیره؟ از زمانی که ویروس وارد بدن می شود ما یک زمان داریم و از زمانی که علامت ها پدیدار می شوند یک زمان دیگر. از زمانی که علامت ها پیدا می شوند و علامت ها پست می شوند، یک هفته بعدش ببینید علامت پدیدار می شود، علامت پست می شود و یک هفته بعدش دیگر این فرد نه خودش بیماری ویروس را دارد و نه به دیگران ویروس را پهن می کند. لیکن احتمال دارد سرفه اگر داشته است سرفهش چند هفته پیش طول بکشد. شاید اون اگر مشکلات شش یا مشکلات بویایی دارد، چون در کسانی که کووید میگیرند در چند درصد آنها، در چند فائز آنها بویایی از بین می رود، مزه را خوب حس نمی کنند، آنها احتمال دارد چند هفته یا بعضا چند ماه طول بکشد ولی تشویش نداشته باشند مردم. از زمانی که علامت ها پست می شود یک هفته، از زمانی که علامت ها شروع می شود کلاً 2 هفته دیگر نه خودش بیمار است و نه بیماری را پهن می کند. مشکل ما در جایی است که کسانی که علامت ندارند اونجاست که با مشکل داریم. به این سبب است من میگم همه باید رعایت بهداشت اولیه را بکنند، همه گمان ببرند. من این خیلی نکته مهم است. دستاوردهایی که کره جنوبی به دست آورد خیلی کمک کرد به علم دنیا. ما هم الان میبینیم در نیویورک هم باز مطالعاتی میکنیم، خیلی کمک کرد. مهم نیست که شما علامت دارید یا ندارید، مهم این است که 2 تا 3 هفته آینده که شروع رشد گسترش و پنجشوی کووید است در تاجیکستان، چه علامت باشد چه نباشد 2 تا 3 هفته رعایت کند مسائل بهداشتی را، جدا کند خودش را و تماس کم بکند. ولی همانطوری که گفتم 2 هفته بعد از علامت یگان تا مشکل برای خودش ندارد و بیماری را به کسی دیگر پهن نمی کند. او می تواند به سر کار برود. اگر نفری که یک بار به این بیماری دچار شد می تواند که بار دوم گرفتار شود؟ ببینید صحبت من تا امروز است. تا امروز ما یگان تا سندی یا یگان تا تحقیقی که نشان دهد که یک نفر گرفته است و خوب شده است دوباره گرفته باشد. امکان دارد دوستان بیننده در بعضی وبسایت ها خوانده باشند که مثلا 2-3 نفر در کره جنوبی گفتند که این 2 مرتبه گرفته است یا 1-2 نفر در برزیل. تحقیق بعدی که کردند متوجه شدند که چون معیار تشخیصی آنها نوع نمود لابراتوار یا آزمایشگاهی آنها دستگاه PCR بود، آن دستگاه PCR کارش این است که ویروس ها را می‌بیند. وقتی که مطالعه کردن دیدن
آن ویروس هایی که نیمه جان بودند یا مرده بودند را به خطاگی تشخیص داده بوده است. به این سبب است که آن مطالعه ها همشان قابل قبول نبود تا امروز یگان سندی که نشان بدهد که فردی که گرفته است و خوب شده است 2 مرتبه بیمار شده است. به این خاطر تشویشی نیست. فقط مهم این است که ما بدانیم کی به کار برویم، چون میدانیم که هیچ کشوری در دنیا نمیتواند که تمام مردم را در خانه بذارد، بگد فابریکا، کارخانه ها بسته بشد، دولت بسته بشد. نمیشود، برای اینکه مردم نیاز به فعالیت دارند، نیاز به کار روزانه دارند که زندگی کنند، معاش بیابند، مبلغ بیابند. حتی ما در آمریکا هم همین بحث است. به این سبب این 2-3 هفته آینده رعایت کردن مسائل بهداشتی مهم است و آنهایی که علامت داشتند 1 هفته بعد از اینکه علامت ها تمام شد می توانند به سر کار بروند بدون یگان تشویش. سپاس از شما که برای ما وقت جدا کردید و برای اندیشه های بسیار سری وقتی و پرمضمون. منتدار شما هستم که از من دعوت کردید که در خدمت شما باشم. باعث افتخار و خرسندی من بود که بتوانم دستاوردهایی که وجود دارد با همزبانان عزیز تاجیک در میان بگذارم. یادرس میشویم که با ما در ارتباط بودن راهبر اینستیتوت جهانی سلامتی و آموزش آرش علویی. اگر شما خواهید که به طبیبان کمک رسانید یا اینکه اگر شما خواهید که خود را از این بیماری امین نگاه دارید، تنها در خانه بمانید و قاعده های سانیتاری را رعایت نمایید. نمایش های دیگری شبکه ما ادامه دارند. خبرهای نو را پیگیری کنید.